سال 2005 فیلم جنگیری امیلی روز برای کسایی که این فیلم رو دیدن حسابی ترسناک بود. فیلمی که روایت یک جنگیری مرگبار بود و آخرش این سال رو تو ذهن مخاطب به وجود آورد که واقعا اون دختر 19 ساله تسخیر شیطان شده بود یا نه. داستان ترسناک این فیلم ساخته یک نویسنده هالیوودی نبود. این فیلم از یک پرونده واقعی و وحشتناک الهام گرفته شده که تو دهه 70 میلادی توی آلمان اتفاق افتاد. داستان دختری که اسمش آنالیز میشل بود و جنگیری های پشت سر هم نه تنها نجاتش نداده بود بلکه در نهایت باعث مرگش شد. حالا امروز میخوایم به جای تعریف داستان فیلم به زندگی آنالیز میشل بپردازیم که پزشکا و کشیشا رو توی دورای خیلی عجیبی برای تصمیم گیری گذاشت و در نهایت ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد که باعث شد یه داستان واقعی تبدیل به یک فیلم ترسناک بشه. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشید و کانال رو ساب کنید تا ویدیوهای دیگر هم ببینید. آنالیز میشل تو 21 سپتامبر 1952 تو یه شهر کوچیک از آلمان به دنیا میاد. پدر و مادرش جوزف میشل و آنا میشل بودن. اونا یه خانواده خیلی مذهبی کاتولیک بودن. مادرش قبل از ازدواج یه دختر نامشروع داشته و بابت همین موضوع تا سالها احساس گناه میکرده، جوری که تو مراسم عروسیش لباس مشکی پوشید چون خودش رو لایق لباس سفید نمیدونست. خود آنالیزه هم از بچگی دختر آروم و مؤدبی بود و مثل پدر مادرش زیاد کلیسا میرفت و دنبال کارهای مذهبی بود، ولی خب از همون سن کم گاهی یه رفتارای عجیبی از خودش نشون میداد. کارهای عجیبی که اصلاً مهم به نظر نمیان اما میتونن یه نشونه از آینده باشن. مثلا آنالیزه تو بچگی یهو بدون دلیل غمگین میشد یا یه گوشه مینشست و به یه چیز ظلم میزد. خانواده میشل به طور کلی در کنار این رفتارهای آنالیزه یه زندگی معمولی داشتن تا اینکه رفتار آنالیزه عجیب و عجیبتر شد. اون وقتی 16 سالش بود اولین تشنجش رو تجربه کرد. یه دفعه تو مدرسه بیهوش شد و شروع کرد تو حالت گیجی راه رفتن. جالب اینجاست که بعد از خوب شدنش آنالیزه این اتفاق رو اصلا یادش نمی اومد، ولی دوستا و خانوادش میگفتن انگار توی حالت خلسه بود. ولی خب این تمام ماجرا نیست و قرار نبود اولین و آخرین تجربه آنالیزه از تشنج باشه. درست 1 سال بعد یه اتفاق مثل همون دوباره براش افتاد. این بار که بیدار شد هنوز تو حالت خلسه بود و رخت خوابش هم کامل خیس شده بود. بعد یهو بدنش دچار تشنج شد و باعث شد کنترل بدنش رو کلاً از دست بده. اون اونقدر تکون خورد که بعضیا که نزدیکش بودن ترسیدن نکنه آنالیزه تسخیر شیطان شده باشه. بعد از اون اتفاق دردناک کم کم افسردگی و سردرد سراغ آنالیزه اومد. اون خوابای وحشتناکی میدید و در کنار اینا یه سری صداهای عجیب غریبی هم میشنید. اون مدام احساس میکرد یه سری موجودات کنارشن و دارن نگاش میکنن. ولی با وجود این اتفاقات آنالیزه ناامید نشده بود و سعی میکرد زندگی عادی داشته باشه. حتی تلاش کرد که بره دانشگاه و درسش رو تمام کنه. البته همچنان اون حالتهای قبلش رو داشت و همکلاسیاش هم میگفتن آنالیزه خیلی گوشه‌گیر و مذهبیه. آنالیزه بعد از اینکه برای دومین بار وارد حالت خلسه شد تصمیم گرفت که علت این تشنج‌ها رو بفهمه و به خاطر همین هم
پیش یه متخصص مغز و اعصاب رفت و متاسفانه دکترها در موردش چیزی تشخیص دادن که نه تنها سرنوشت آنالیزه بلکه زندگی اطرافیانش رو هم تغییر داد. دکترها گفتن دچار صرع لوب گیجگاهی شده. این یه بیماریه که باعث تشنج، از دست دادن حافظه و دیدن و شنیدن چیزای غیر واقعی میشه. ولی اینها تنها مشکلات این بیماری نیستن. صرع لوب گیجگاهی میتونه باعث یه بیماری دیگه هم بشه که بهش سندروم گشوین میگن که یکی از ویژگی‌هاش دینداری بیش از حده، یعنی بیمار به شدت مذهبی میشه. حالا فکر کن یکی از قبل مذهبی باشه و دچار این بیماری هم بشه. بعد از تشخیص بیماری دکترها برای آنالیزه داروهای مخصوصی رو تجویز کردن، ولی نه تنها داروها هیچ کمکی به آنالیزه نکردن، بلکه هر چقدر میگذشت حالش بدتر میشد. اون کم کم کارش به جایی رسید که از شدت ترس و اضطراب لباساش رو پاره میکرد. روزانه 400 تا دراز نشست میرفت، 2 روز کامل زیر میز غلط میخورد و واق واق میکرد. عنکبوت و زغال میخورد و سر پرنده مرده رو گاز میگرفت. آنالیزه تبدیل به یک موجود وحشتناکی شده بود که هیچ کس نمیتونست تصورش رو بکنه. اون هر جا میرفت چهره شیطان رو میدید و میگفت صدای شیطان رو تو گوشش میشنوه و میترسه. مثلا موقعی نماز خوندن میشنید که شیطان بهش میگه تو لعنت شده ای و توی جهنم میپوسی. اون با اینکه داروهاش رو مصرف میکرد اما کم کم به این نتیجه رسیده بود که شیطان تسخیرش کرده و باید دنبال یه راهی به جز دارو باشه. چیزی نگذشت که پدر مادر مذهبی آنالیزه قبول کردن که باید یه راه دیگه را انتخاب کنن. خانواده میشل سراغ یه درمان قدیمی رفتن که اون هم چیزی نبود جز جنگیری. پس آنالیزه و خانواده‌اش الان باید سراغ کشیش‌هایی میگشتن که بهشون کمک کنه. اما سراغ هر کشیشی که میرفتن اونا رو رد میکرد و میگفتن بیماری آنالیزه باید با علم پزشکی برطرف بشه و برای این کار باید اجازه اسقف رو بگیرن، چون کار خطرناک و غیرقانونیه. تو همین دوره که خانوادش دنبال جنگیر میگشتن، توهمات آنالیزه شدید و شدیدتر میشد. ولی در نهایت آنالیزه و مادرش تونستن یک کشیش پیدا کنن به اسم ارنست آلت که بهشون کمک کنه، چون اون تنها کسی بود که باور داشت آنالیزه رو یه نیروی شیطانی تسخیر کرده. آنالیزه برای آلت نامه می نوشت من هیچی نیستم، باید چه کار کنم، باید بهتر بشم، برام دعا کن. و یه بار هم بهش گفت میخوام برای بقیه رنج بکشم و این خیلی بیرحمان است. آلت از اسقف محلی یوسف استانگل درخواست کرد که به آنالیزه کمک کنن و بالاخره اسقف بعد از اصرارهای زیاد درخواستشون رو قبول میکنه که بهشون کمک کنه. اون به یک کشیش محلی به اسم آرنولد رنز اجازه داد که جنگیری رو انجام بدن، ولی دستور داد که این کار باید کاملا مخفیانه انجام بشه. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. تو جلساتی که کشیش ها با آنالیزه داشتن تلاش میکردن که شیاطین رو از بدن آنالیزه دور کنن. هر بار که جنگیری میکردن صلیب دستشون میگرفتن، دعاهای مخصوصشون رو میخوندن و مراسم رو برپا میکردن. حتی از این جلسات جنگیری یه سری ویدیو و صدا ضبط شده که الان براتون پخش میکنم. تو 10 ماهی که اسقف موافقت کرد با جنگیری، آلت و رنز 67 بار جنگیری انجام دادن که هر کدوم ممکن بود تا 4 ساعت طول بکشه. تو این جلسات آنالیزه گفت باور داره که
6 تا شیطان تو بدنش زندگی میکنن. کشیشا هر بار که جنگیری میکردن یه صدای متفاوت از آنالیزه میشنیدن. یه بار با صدای بچه حرف میزد و بار دیگه با صدای خشدار و خشن و حتی میتونست به چند زبان حرف بزنه. شیاطینی که آنالیزه میگفت تو بدنشن لوسیفر، قابیل، یهودا، نیرو، فلاشمن و آخریش که خیلی عجیب و جالب بود آدولف هیتلر بود. شیطانهای توی جسم آنالیزه با هم دعوا میکردن. مثلا هیتلر میگفت مردم احمق‌تر از خوک هستن، فکر میکنن همه چیز بعد از مرگ تموم میشه. و یهودا میگفت هیتلر فقط یه دهنگنده است و تو جهنم هیچ نفوذی نداره و هیچ کس تحویلش نمیگیره. تو این 10 ماه آنالیزه مرتب بسته میشد تا کشیشا بتونن جنگیری رو انجام بدن. تو این جلسه آنالیزه میگفت من میخوام به خاطر گناههای کشیشهای مرتد بمیرم. تو طول این جنگیری ها آنالیزه به شدت هم از لحاظ جسمی هم روانی داغونتر میشد. این روند اونقدر ادامه داشت که بعد از یه مدت آنالیزه دیگه هیچ غذایی نمیخورد. اون مدام تو حالت زانو زدن دعا میکرد و به قدر این کار رو انجام داد که تاندونای زانوش پاره شدن و استخوناش شکستن. آنالیزه که دیگه نمیتونست غذا بخوره به شدت لاغر شد و انرژیش رو از دست داد، جوری که تو سن 23 سالگی فقط 30 کیلو وزن داشت و متاسفانه تو سال 1976 بر اثر سوء تغذیه و کم آبی جونش رو از دست میده. بعد از مرگش داستان آنالیزه میشل تو آلمان سرصدای زیادی به پا میکنه، چون این اولین باری بود که بین مذهب و علم یک شک و دودلی به وجود اومده بود. پلیسا بعد از مرگ آنالیزه 2 کشیش و پدر مادر آنالیزه رو دستگیر کردن. دادگاهشون هم اولین بار 3 مارس 1978 تشکیل شد. دادستان از دکترها خواست که شهادت بدن آنالیزه تسخیر نشده بود، بلکه از بیماری روانی رنج می برد. در کنار این موضوع وکلای مدافع کشیش ها یک صدای ضبط شده توی دادگاه پخش میکنن. Weil der Teufel größere Macht. این صدایی که کشیش ارنست آلت و آرنولد رنز ضبط کردن، صدایی که همه آلمان رو شوکه کرده بود. وقتی دادگاه این صدا رو شنید توی سالن سکوت مطلق شد. حتی قاضی پرونده گفت چنین صدایی از یک دختر 23 ساله غیر قابل درکه. و خب هر چقدر این داستان پخش می شد یه سریا می گفتن این نشونه وجود شیطانه و علم نمیتونه برای اون توضیحی داشته باشه. یه عده دیگه هم میگفتن این دختر قربانی تعصبات مذهبی و خرافات شده. حتی کلیسا هم که تسخیر رو تایید کرده بود بعد از دادگاه عقب کشید و گفت آنالیزه درگیر بیماری روانی بوده. در نهایت هر چی که بود 2 کشیش به جرم قتل غیر عمد ناشی از سحنه‌انگاری مجرم شناخته شدن و به 6 ماه زندان و 3 سال تعقیب قضایی محکوم شدن. اما الان وقتشه بریم سراغ والدینش. اونا از هر گونه مجازات معاف شدن، چون دادگاه نظرش این بود که اونا به اندازه کافی رنج کشیدن و این تو قانون آلمان یکی از شرایط بخشیده شدن به حساب میاد. اما همچنان پایان داستان اینجا نیست. با اینکه آنالیزه بعد از مرگش راحت شده بود، اما همچنان نظریه ها ادامه داشت. خیلی از روانشناسا بعد از مرگش گفتن اگر آنالیزه به جای 6 بار جنگیری 6 ماه روان درمانی رفته بود الان زنده بود. ولی سوالی که هنوز هیچ کس نمیتونه براش جوابی پیدا کنه اینه: اگر این حالت آنالیزه فقط یک بیماری بوده، پس اون صداهای ضبط شده چی بودن؟ با وجود این همه شک و تردیدها
خیلی از مؤمنای کاتولیک آنالیزه رو یک شهید دونستن و مزارش رو تو قبرستون کلینگنبرگ تبدیل به یک زیارتگاه کردن. و خب حالا چند دهه بعد از این جریان و دادگاه یه فیلم ترسناک به اسم جنگیری امیلی روز سال 2005 الهام گرفته از داستان آنالیزه اکران شد. این فیلم که بر اساس زندگی آنالیزه میشل ساخته شده داستان یه وکیل رو دنبال میکنه که یک پرونده قتل غیر عمد به پستش خورده و این پرونده مربوط به کشیشیه که یک جنگیری مرگبار روی یک دختر جوان انجام داده. فیلم توی آمریکا و زمان حال روایت میشه. با اینکه فیلم روی دادگاه و بحثا تمرکز داره اما صحنه‌های ترسناکی هم داره که اتفاقات ترسناک مربوط به جنگیری امیلی روز و مرگش رو نشون میده. شاید یکی از بیاد موندنی ترین صحنه‌های فیلم همون قسمتی باشه که امیلی روز اسم همه شیاطینی که توی بدنشنو فریاد میزنه. ولی چه فیلم چه داستان واقعی برای ما یه سوال رو به وجود میاره. اگر آنالیزه توسط جن تسخیر نشده بود چرا جنگیری رو تا لحظه آخر مرگش به جلسات پزشکی ترجیح داد؟ به نظرتون تنها راه نجاتش جنگیری بود؟ داستان آنالیزه همینجا تمام میشه اما روایت های ما همچنان ادامه داره. حالا شما بگید فیلم جنگیری امیلی روز رو دیدین یا داستان واقعیش که مربوط به آنالیزه میشد رو میدونستید؟ خوشحال میشم که نظراتتون رو بدونم و حتما این پایین برام کامنت بذارید. و اگر میخواید ویدیوهای بعدی رو ببینید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.